استرس چی؟ برای دنیا استرس میکشید؟ دنیایی که فانیه. میگه دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. کلا دنیا یک روزه که اون روز هی داره تکرار میشه. صبح به ما میدنش، شبم از ما میگیرنش. پس همش به تکرار مکررات. حضرت علی علیه السلام یه چیزی میگن خیلی جالبه، این دل آدم آروم میگیره با این صحبت. حضرت علی میگن که زندگی شما 2 حالت داره. یا تو زندگیتون به آرزوهاتون میرسید که بعد یه مدتی اونا براتون تکراری میشن و خسته کننده، یا به آرزوتون نمیرسید که یک عمر باید عذاب بکشید،